به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، به کانال جملات خیلی خوش آمدید. فایل جلسه 1 رو گوش ندادید حتما بارها و بارها گوش کنید چون خیلی مهمه. میریم سراغ جلسه 2. ببینید توی این جلسه میخوایم 4 مورد رو بیان کنیم: توجه، تفاوت حقیقت و واقعیت، تعیین خواسته ها و 4مین مورد به چه دلایلی نمیتونید شروع کنید، چرا نمیتونید پای کار بایستید. خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. موضوعی که قبل از شروع کردن مهمه که بارها و بارها بهش فکر کنید، در موردش بنویسید، تسبیح کنید، همین موضوعی که خداوند نیرویی است که جهان هستی را از وجود خودش خلق کرده، شکل بخشیده و برای این جهان هستی قوانینی ثابت و بدون تغییر قرار داده. برای همه، هیچ تفاوتی بین من، تو و هیچ پیغمبر دیگه‌ای قرار نداده و جهان هستی فقط سیستماتیک طبق همان قوانین ثابتی که براش قرار داده شده رو به جلو حرکت میکنه و هدفش چیه؟ خدا، یعنی خیر، خوبی، نیکی. یکی از مهمترین قوانینش که تا وقتی که تو این دنیا زنده ای باید پیروش باشی، خیلی مهمه، قانون توجهه. واژه صلات در قرآن زیاد تکرار شده. کلمه صلات ریشه 3 حرفیش میشه سلو و سلو به معنای توجه کردنه. حالا چرا این توجه کردن مهمه براتون توضیح میدم. پس در مورد خدا چیست توضیح دادم. حالا میایم در مورد خودمون توضیح میدم. ما انسان ها دستهای خداوند بر روی زمینیم. هم جسممون، هم روحمون، هم فکرمون، هم باورهامون. غیر از خداوند چیزی وجود نداره و تنها تفاوت ما در نوع تفکر ماست. یعنی فرق بین یه ثروتمند و فقیر توی اون مداریه که قرار دارن و چطور میتونیم مدارها رو بریم به سمت بالاتر یا میاییم پایینتر. ببینید کلمه توبه در قرآن یعنی تغییر تفکر. خب حالا این تغییر تفکر میتونه به سوی خوبی باشه یا بدی، میتونه سمت بهشت باشه یا جهنم. حالا کار ما چیه؟ تغییر تفکر به سوی خوبی ها و کمک کردن به بهبودی زندگی بهتر. ما سعی میکنیم تفکرمون رو تغییر بدیم به سطح‌های بالاتر، با کیفیت تر، با شکوه تر. پس باید باور کنید که هرچه با شکوه تر به خدا نزدیکتر، هرچه راحت تر و پیشرفته تر به خدا نزدیکتر. شغل تعریفش میشه مشغول بودن. مشغول بودن به هر چیزی کار خود خداونده. همه کارها رو خود جهان هستی برای شما میکنه. شما صبر کردید، اون چیزی که میخواستید براتون ساخته شد به نام بدن. 9 ماه صبر کردید، ساخته شدید، بعد مردید و توی این دنیا دوباره زنده شدید. و قبل از این که به دنیا بیایید همه چیز برای شما حاضر بوده. پس خداوند نمیخواد شما زور بزنید، بجنگید یا با دیگران رقابت کنید. رقیب شما خود شمایید نسبت به دیروزتون، نه بیرونی بلکه باورهاتون. به خاطر همینی که بارها و بارها گوش میدی. باید بتونی ذهنت رو کنترل بکنی. کنترل ذهن در قرآن با واژه تقوا میاد. واو به معنای کنترل ذهنته. هر چقدر سعی کنی حالت رو خوب نگه داری، خوبی های بیشتری رو به خودت جذب میکنی.
حالا توی این فایل کسی که بارها گوش کنه و تمرین کنه و بنویسه قانون جذب رو به راحتی میتونه درک بکنه و دلیل فقیر بودن خیلیا، گرفتاری خیلیا رو به راحتی میتونه بفهمه و دلیل پیشرفت و ثروتمندی خیلی از مردم رو به راحتی میتونه بفهمه، درک بکنه. حق اختیار فقط توی یک چهارچوب نیست که دیگران بتونن کمش کنن یا زیادش کنن. در اصل بی نهایته، برای هر کسی، هیچ تفاوتی هم در کار نیست. ولی هر کس به اندازه‌ای که این حقیقت رو باور میکنه میتونه راه پیدا کنه و به سطح‌های بالاتر بره، درک کنه، ببینه، تجربه کنه، دریافت کنه. و این حق اختیار سیستماتیک در حال کار کردنه. چه کاری؟ توجه کردن. توجه به خواسته ها یا ناخواسته ها، توجه به خوبی ها یا بدی ها. یعنی تو هر لحظه داری توجه میکنی به چیزهایی که میخوای تجربه کنی وارد زندگیت بشه یا نمیخوای تجربه کنی. نتیجه این توجه کردن فکر کردن میشه. یعنی مغز محاسبش میکنه و اون ریشش رو میاد بر میداره، اون فرمولش رو میاد بر میداره. مثلا وقتی فردی توی زندگیش زیاد مظلوم نمایی میکنه، ذهن چنین برداشتی رو میکنه، چنین فرمولی رو ذخیره میکنه که پس با مظلوم نمایی کردن من مؤمن‌تر میشم، با خداتر میشم، کارهام بهتر پیش میره. خب به خاطر همینه که چنین کسایی دائما غمگینن، ناراحتن. این فقط یک موردشه. پس ما توی این مسیر داریم تلاش میکنیم تا درست فکر کنیم، به چیزهای خوب فکر کنیم و فرمولهای بدی که ذهن ما ذخیره کرده رو تغییر بدیم، تبدیلش کنیم به خوبی ها. یعنی میخوایم تاریکی ها رو تبدیل به نور کنیم. حالا نتیجه این توجه کردن گفتم فکر میشه و هر فکری که زیاد تکرار میشه به مرور زمان تبدیل میشه به باور و باورهای ما تبدیل میشن به درخواست. و این درخواست چیه؟ این درخواست ها به جهان هستی فرستاده میشه، دقیقاً مثل کنترل تلویزیون. یعنی وقتی شما شبکه فقر رو بفرستی، هر روز شما همونه، فقط فقره. شاید لباسش تغییر کنه ولی نتیجه همونه، محصول همونه. وقتی شبکه ثروت رو میفرستی، فرکانس ثروت رو میفرستی، هیچ کس نمیتونه کمترش کنه یا بیشترش کنه یا مانعش شه. خب و در مدار ثروت قرار میگیری. چقدر؟ به میزانی که باورهات ثروت سازتر باشه، به میزانی که حقیقتها رو بتونی باور بکنی. 1% باور کنی، 1% رو هر روز دریافت میکنی دائما. 2% شه، 2% رو دائما دریافت میکنی و بیشتر. به خاطر همینه که ما میبینیم خیلیا سنشون خیلی پایینتره یا بالاتره یا شغلهای خیلی معمولی دارن، شغلهایی مثل ضایعات یا کفاشی و غیره، ولی ثروت‌های زیادی رو میسازن. دلیلش نوع تفکرشونه، اون ذهنیتیه که دارن. نیت چیه؟ نیت محصول دین هر فرده و دین هر فرد کاملا خصوصیه. حالا تعریف دین چیه؟ دین یعنی مجموعه باورهای هر فرد در تمام موضوعات. دین یعنی مجموعه باورهای هر فرد در تمام موضوعات. خب هر فرد در طول روز چند بار فکر میکنه؟
هر کسی روزانه 60,000 بار فکر میکنه. حالا فکر کن بیای مثل یه ذره‌بین 60,000 بار رو روزانه روی یک نقطه قرار بدی، چه اتفاقی میفته؟ و این هی تکرار بشه، یه روز، 2 روز، یه هفته، یه ماه، 3 ماه. برای جهان هستی نوع درخواست های ما مهم نیست. درخواست فقر داشته باشی، درخواستت بیماری باشه، درخواستت ترس و جنگ باشه، درخواستت ثروت باشه، با شکوه زندگی کردن باشه، برای جهان هستی مهم نیست. پس داستان قضاوت کردن خدا چیه؟ در کل خدا یعنی چیزی که غیر از او هیچ چیزی نیست. خب هر لحظه هر کسی داره در نتایج باورهای خودش زندگی میکنه. قضاوت خدا اینه، نه اینکه یه روزی بری و خدا یک فردی پیرمرد با موهای سفید خیلی قدرتمند یه دادگاهی را بندازه که بپرسه تو چرا فلان کار رو کردی یا فلان کار رو نکردی. خب اون پل صراط هم به این معناست که هر باور تو، هر فکر تو قطعاً جواب دارد و این جهان هستی سیستماتیک بیشتر درخواست های ما را دائما در حال پاک کردنه، بخشیدنه. و این نوع دیدگاه رو میتونید توی قرآن پیدا کنید. بستگی به این داره که قرآن میخونی تا خدا رو بشناسی، رب رو بشناسی، یا نه برای شفا، پول، ثروت، رابطه. قرآن ورد و جادو نیست. قرآن یک کتابیه مثل کتاب درسی که باید فهمیده بشه، باید درک بشه و 2 قسمت داره، فرع و اصل. که حالا به هر دلیلی نمیدونم چرا دینها و مذهبها بیشتر سراغ فرعیات میرن، زیاد روی خود رب تمرکز نمیکنن. به هر حال به خودشون مربوطه و توی این جهان هستی ما در بعدی زندگی میکنیم به نام بعد مادی. تو این جهان مادی وقتی قرار باشه به شما هر چیزی که درخواستشو داری، هر چیزی رو که میخوای تجربه کنی رو بهت ندن، مطمئن باش بهت جسم نمیدادن. برای زندگی کردن باید لیاقتش رو داشته باشی و تو لیاقتش رو داری چون وجود داری، چون خلق شدی، چون به زمین فرستاده شدی و تو وظیفه‌ای داری. وظیفه تو ساختن فرکانس مناسبه در جهت بهبودی، چون جهان فقط به سمت پیشرفته تر، بهتر، راحت تر، فراوان تر، ساده تر پیش میره. حالا با هر دینی، با هر مذهبی، با هر لباسی که خیلیا فکر میکردن میشه سر این خدا رو کلا گذاشت، تلاششون رو کردن و توی خیابون میبینید، توی شهرتون میبینید که فایده نداره. خدا رو نمیشه با پیشانی سیاه، کلاه به رنگ‌های مختلف یا شال به رنگ‌های مختلف فریب داد. خدا ورد یا جادو نیست. دعای تو، نفرین تو فقط برای توه، چون تو ساختیش. و شما میبینید خیلی یا مادراشون، پدراشون دعا میکنن ولی فرزنداشون سمت خلاف رفتن یا خیلی به طرز بدی فوت کردن. نشانه های خدا یعنی این، نه یه فرد، نه یه شخص. نشانه خدا یعنی من، تو، حیوان، زمین، درخت، همه چیز. باید این باور رو داشته باشی، دائم تمرین کنی. خیلی ریشه‌ایه که در خدایی خدا همه چیز مشخص و معلوم است. دومین موردش چیه؟ در خدایی خدا همیشه همه چیز خوب پیش می رود. چرا؟ چون همه چیز خودشه و خدا خیره، خوبی هاست. همه چیز سوده، منفعته. پس ضرر چیه؟ وقتی شخصی
باورش نسبت به فراوانی ثروت خیلی ضعیف باشه، ضعیف هم دریافت میکنه و به این میگن ضرر. حالا میریم سراغ 4 قسمتی که باید توضیح بدیم. شماره 1 چیه؟ تفاوت حقیقت و واقعیت. چرا مهمه که بدونی؟ تا فریب نخوری، تا تکلیفت با خودت روشن باشه. در خدایی خدا بلا تکلیفی یک دروغ است. خدا چیزی به نام بلا تکلیفی نداره. پس بلا تکلیفی چطور ساخته شده؟ بلا تکلیفی نتیجه نادانیه. شرک و توحید در وجود همه هست، حتی پیغمبرش، هر کسی. و برای برده‌سازی هر پیغمبری رو میکشن و بعدش همون پیغمبر رو تبدیلش میکنن به واسطه بین تو و خداوند. و سوره یونس رو بگیر با دقت بخون و سوره بعد یونس رو. حقیقت و واقعیت تفاوتش چیه؟ ببین، حقیقت مثل یک بیابانی که پر از گل باشه، خب بی نهایته، یعنی هیچ محدودیتی نداره. تو خلق میشی و این بیابان بی نهایت گل گوش به فرمان توه. چجوری؟ هر پیشنهادی که به تو داده میشه نتیجه ظرف توه و ظرف تو نتیجه دین توه و دین تو مجموعه باورهای توه. خب و هر باوری نتیجه فکرهای زیاده و فکر نتیجه توجهه. خب حالا من میام خلاصش میکنم، میگم اون شکلی که تو با باورهات، با تفکرت، با قدمی که برمیداری به این بیابان گل یه ذره‌شو برمیداری و بهش شکلی رو میدی. خب بهش یه شکلی میدی، بهش یه رنگی میدی. این میشه واقعیت. واقعیتی که تو ساختی، یا 3 نفری ساختید، یا 100 نفری ساختید، یا چند میلیون نفری ساختید. خب و طبق قرآن واقعیت زندگی برای هر کسی متفاوته. چرا؟ چون تفاوت یکی از قوانین ثابت و بدون تغییر این جهان هستیه. برای چی؟ برای اینکه جهان خراب نشه، فاسد نشه. یعنی مثبت و منفی در وجود همه هست. حالا تو میگی میخوام در جهان پس از مرگ زندگیم جاودانه خوبی ها باشه، مثبت ها باشه، بهشت باشه. مثال حوری و درخت و رود شراب در قرآن به این معناست که تو توجه کنی به اون چیزی که برای تو مناسبه، وگرنه بنزین هم هست. تو هیچ وقت به این فکر نمی کنی برای رفع تشنگیت بری بنزین بخوری. چرا؟ چون میدونی برای تو نامناسبه. به همین راحتی بوده. پس دیگران چه ذهنیتی دارن، چه دیدگاهی دارن، اون ساخته خودشونه، خودشون ساختنش. حالا خوشبختیه یا بدبختیه، در چه موضوعی؟ رابطه، ثروت، سلامتی، معنویات، این همینه. فی سبیل الله یعنی چی؟ در راه اون خدایی که ربه، همه چیز خودشه، فرمان رواست. پس چرا میگه ما؟ چون بی نهایت سیستمه و طبق خودش پیش میره. هدف تو، نیت تو خود خداونده، جهان خود خداونده. به همین دلیله که جهان هستی گوش به فرمان توه. تو چی هستی؟ تو فقط یک سیستمی هستی که در حال تجربه کردنه و ساختن. حالا با تغییر تفکرمون میایم واقعیت رو در زندگی شخصی و خصوصی خودمون طبق اون چیزی که دوست داریم ساخته بشه میسازیمش و هی تکاملمون رو طی میکنیم. مثل کسی که میره باشگاه بدنسازی تا 2 هفته یه تغییر میکنه، راضیه، ولی اون چیزی که میخواد هنوز نشده. پس ناامید نمیشه، بازم پیش میره، باز هم پیش میره. بعد از 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 5 سال به اون چیزی که میخواد میرسه.
چرا یک شبه نمیشه به هر چیزی که میخوایم برسیم؟ چون تو قرار بود لذت ببری، قرار بود تجربه بکنی. یعنی شغلهایی که وظیفه ماست چیه؟ بهبودی در باورها، خودمون رو رشد بدیم، گسترش بدیم. و این خودمون چیه؟ تو چی هستی؟ تو فقط مجموعه باور هستی. یعنی هویتت در این دنیا چیه؟ شناسنامه ای تو، پاسپورت تو، درست؟ هویت تو در جهان پس از مرگ معنویت تو. معنویت چیه؟ دین تو. دین چیه؟ مجموعه باورهای تو. و بدون کم و کاست در این دنیا وقتی فقیری بدبختی، در جهان پس از مرگ فقیرتر و بدبختتری. وقتی در این دنیا ثروتمندی با شکوه زندگی میکنی که این ثروتمندی و با شکوهی و سلامتی و رابطه خوبی که داری نتیجه باورهای درسته، که باورهای درست هم نتیجهش چی میشه؟ کارهای درسته. پس در این دنیا خوب زندگی میکنی و در جهان پس از مرگ با شکوه‌تر، لذتی بیشتر، دائمتر زندگی میکنی. و وقتی همه زندگیت طبق خودت ساخته میشه، چه کسی میتونه جلوی رحمت خدا رو در زندگی تو بگیره؟ وقتی خداوند تنها چیزی که براش مهمه طبق قوانینش پیش رفتنه. یعنی خداوند خلاف قوانینش نمیتونه پیش بره. چرا؟ چون این قانون رو برای خودش قرار داده. بحث قدرت داشتن یا نداشتنش نیست. این نیروی بی‌نهایت در هر چیزی برای خودش قانونی قرار داده. اون قانون هم اینه که خلاف قوانین ثابتش کاری نمیکنه. حالا دوست داری برقص، دوست داری ناله کن، گریه کن، براش مهم نیست. حالا با خندیدن یا گریه کردن میتونی فرکانس مناسب بفرستی، این مهمه. پس ما با باورهای درست واقعیت درست تری رو نسبت به دیروزمون، نسبت به قبلنمون میسازیم. پس قبلنمون چی؟ قبلن تو چطور میتونی تمام گناهانت رو تبدیل به نور کنی؟ به مرور زمان گناهان تو تبدیل به نور میشه. چطور؟ با تغییر باورهات. مثلا کسی که دزدی کرده، اون دزدی نتیجه باور به کمبود بوده، باور به لیاقت نداشتن بوده، باور به کمبود فرصت بوده و کلی باورهای دیگه. همه چیز در این جهان، در زندگی ما طبق باورهای ما ساخته میشه. و این جهان هستی خداوند خب سیستمیه که به جای من و تو تصمیم نمیگیره. به جای من و تو نه چیزیو میگیره نه چیزیو میبخشه. قوانینی داره، طبق اون قوانین به ما داده میشه یا گرفته میشه. طبق قوانینش گمراه میکنه یا هدایت میکنه. مورد دوم، توجه. روزانه 60,000 بار مغز ما در حال فکر کردنه. یه جورایی بهتره بگم ساختن فکره. فکر همون فرکانسی. خب ما چطور فکر رو میسازیم؟ با توجه. توجه چیه؟ دیداری، شنیداری، کلامی، نوشتاری و حسی. یه سنسوری توی وجود ما هست که در قرآن به نام قلبه، ولی ما فکر میکنیم قلب یعنی گوشت پمپاژ کننده خون که سمت چپ سینمونه. این نیست. این قلب تپندمون در قرآن به نام فؤاده، ولی قلبی که خداوند در قرآن میگه درون ماست. و نمیدونم تا حالا توی چنین شرایطی بودید یا نه، شرایطی که یه جایی هستی نمیدونی باید چی کار کنی، ولی دلت بهت میگه فلان طرف برو یا فلان کار رو بکن و تو واقعا نمیدونی که چه نتیجه‌ای داره، ولی پیروی میکنی، همون مسیر رو میری، همون کار رو میکنی.
و میبینی خیلی راحت به اون چیزی که خواستی رسیدی. چرا گاهی وقتا در شرایط خیلی سخت بیدار میشه؟ در اصل اون دائما بیداره. ما یاد گرفتیم که فقط روی مغزمون حساب باز کنیم. حالا مغز ما توش چه چیزهایی پر شده؟ هر چیزی که دیدیم، هر چیزی که شنیدیم، هر چیزی که در موردش بحث میکنیم، صحبت میکنیم، خوندیم و هر چیزی که حس کردیم با حس چشاییمون، با حس لامسمون، با حس بویاییمون، با حس شادی یا غم، خب، و هر چیزی که نوشتیم. با تمام این کارها ما داریم هر لحظه توجه میکنیم به آن چیزی که دوست داریم تجربهش کنیم یا دوست داریم تجربهش نکنیم. برای جهان هستی مهم نیست. به خاطر همینه که خیلیا ناله میکنن که من فلان دعا رو کردم، من فلان چیز رو میخواستم ولی باز برام بدبختی پیش اومد. در اون شرایط بهترین کار اینه که توجهت رو، ذهنت رو، خصوصا با کلام خیلی وسیله خوبیه برای کنترل کردن مغز. ذهن رو باید کنترل بکنیم به یه ذره حال خوب و اون یه ذره هی بیشتر میشه. اون جریان بد رو باید یه جوری پشت سر بندازیمش. مهم نیست چیه، مهم اینه که ما باید حالمون رو خوب کنیم. پس کار جهان چیه؟ جهان هستی که خود خداست وظیفش اینه که اون جریان بد در هر صورت به نفع تو تمام میشه. یا به نفع تو هم تمام نشه، خیلی نرم حل میشه، درست میشه. بچه ها رو دقت بکنید، قهر کردناشون، گریه کردناشون خیلی کوتاه، دعوا کردناشون خیلی کوتاه. بعد چند دقیقه دوباره دوست میشن، به راحتی میبخشن. هنوز یاد نگرفتن چیزی به نام کینه رو. کینه داشتن نتیجه چه چیزیه؟ نتیجه قدرت دادن به شخص یا چیزی بیرون از خودته که تونسته خوشبختت کنه یا بدبختت کنه. حالا وقتی فکر میکنی خوشبختت میکنه، این کینه تبدیل میشه به کلمه بت، شریک. وقتی میتونه بدبختت کنه، ناراحتت کنه، میشه کلمه کینه. ریشش اینه. پس ما هر لحظه باید مواظب باشیم که در مورد چه چیزی صحبت میکنیم. به هیچ وجه با کسی نباید جدال داشته باشیم، جر و بحث داشته باشیم، بحث بکنیم. به هیچ وجه ما نباید به زور سعی بکنیم که طرز فکرمون رو در ذهن دیگران قرار بدیم. شاید دیده باشین که بعضیا کلی میشینن حرف میزنن، صحبت میکنن، قسم میخورن. چرا؟ تا بالاخره تو باور بکنی، بالاخره همون طوری فکر بکنی که میخواهند و این غلطه. برای همینه که میگن مواظب کسایی که دور و برت هستن باش. در جهان پس از مرگ تو یه حقیقتی رو میفهمی و اون حقیقت رو چون خداوند که این جهان هستیه میخواست در همین دنیا هم بفهمی، به یاد بیاری، در قرآن قرار داده و وسیله فهم و درک که ذهن هست رو هم به ما بخشیده. و اون حقیقت چیه؟ تو مسئول خودتی، مسئول پدرت، مادرت، حتی فرزندت هم نیستی. باید به درجه‌ای برسی که بدونی هیچ میوه‌ای در کنار خدا قدرتمند نیست، هیچ کسی در کنار خدا قدرتمند نیست. هر چیزی که لازمه خداوند بهت میگه، میده، میشه، ممکنه 100%. در حین دانشجوی دوره خلق خواسته ها در کانال جملات بهتره که یک شغلی برای خودت پیدا کنی. چه شغلی؟ مهمه؟ نه مهم نیست. هیچ شغلی مهم نیست. فقط برو سر یک کاری 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته، 8 ساعته. چرا؟ چون یک ورودی مالی باید توی زندگیت باشه. توی همون محل کارت یه رفتارهایی رو میبینی که خیلی خوبه، رفتارهایی رو میبینی که بده و تمامش
نتیجه باورهای شخصی و خصوصی خود توه و ریشه اون باورها رو وقتی پیدا میکنی تغییر میدی، در هر موضوعی، هر جای دنیا که بری زندگیت بهتره. تغییر باورها کاریه که تو دائما جزو زندگی روزمره خودت، جزو کار روزمره خودت قرار دادی. درست؟ حالا به اندازه‌ای که باورهات بهتر میشه، دنیای بیرون تو هم تغییر میکنه. یعنی پیشنهادهای خوب به تو داده میشه، مسیرها برات باز میشه و چیزهایی به ذهنت میرسه، کارهایی به ذهنت میرسه به ظاهر خیلی ساده، با کمترین سرمایه مالی اصلا نمیخواد. شاید فقط یه موبایل کافی باشه، شاید فقط با 2 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان. جهان هستی فکرها، کارهایی رو توی ذهنت قرار میده، شاید مبهم باشه ولی تو قدمشو بردار، شروع کن. اون چیزی که به تو گفته شده هی کاملتر میشه به اندازه‌ای که تو روش تمرکز کنی. خب که نتایج خیلی خوبی داره برات. سطحت میره بالاتر، زندگیت هی رنگش زیباتر میشه، قشنگتر میشه برات، راحتتر زندگی میکنی. حالا میریم روی مورد سوم، تعیین خواسته ها. یه دفتری باید داشته باشی که خواسته های خودت رو توش بنویسی. مهم نیست که چه خواسته ای داری. شاید پول خریدن یک کفش رو هم نداشته باشی، ولی شماره 1 کفش، شماره 2 لباس خوب، شماره 3 موبایل، شماره 4 ماشین، خونه، ویلا، سفر به فلان کشور، هر چیزی که دلت میخواد بنویس. هیچ محدودیتی توش نیست. جهان هستی هدایتت میکنه، کمکت میکنه. همه کارها خود خداست و انجام دهنده هر کاری خود خداست. باید این 2 جمله‌ای که همین حالا گفتم رو وقت بذاری و روش تمرکز کنی تا به قولی بیدارتر بشی، بتونی بهتر بفهمی، درک کنی، ببینی. این مسیر رو خیلیا جدی نمیگیرن، باور نمیکنن. یکم توی این مسیر باشی خودت میفهمی که چجوریه که خیلی زوری نمیزنن ولی همه چیز در خدمتشونه. پس خداوند به جای تو چرا تصمیم نمیگیره؟ چون تو ربات خلق نشدی. زمانی میتونه بهت بگه تو میری بهشت یا میری جهنم و به تو کارنامه‌ای بده که به جای تو هم تصمیم نگیره و هر چیزی که میخواهی رو به تو ببخشه. وقتی خواستهات رو تعیین کردی، حالا باید مرحله 4 رو باید ببینی چه دلیل هایی داره که فکر میکنی تواناییشو نداری که قدم برداری، شروع کنی که به دستش بیاری. چه دلیل هایی داری؟ دلیل هایی که داری در کل 2 قسمت داره. 1 خودت، 2 خداوند. خب تو از سمت خداوند باید باورهات چه چیزی باشه؟ اون خواسته ای که داری، هر چیزی که هست باید شماره 1 باور داشته باشی که چی؟ فراوان است. برای همه بی حد و مرز دائما فراوان است. خب مورد دوم، خداوند هر لحظه در حال بخشیدن است. مورد سوم، خداوند در هر موضوعی سیستمی دهنده است. مورد چهارم، هر چیزی در زمان مناسب حتما به ما داده می شود. مورد پنجم، همیشه همه چیز به نفع من است. مورد ششم، همه جهان هستی دائما در حال خدمت به من است. مورد هفتم، خداوند مشتاق ثروتمند بودن من است. چون با ثروتمند شدن تو جهان جای بهتری میشه برای زندگی کردن، همه خیر میبینه. حالا باورهای سمت خودت، من لیاقت هر نعمت خوبی که میخواهم را دارم. همه مردم جهان مرا دوست دارند چون خدا مرا دوست دارد.
همه ما نورهای خداوندیم. سومین مورد، من همیشه در هر کاری سود خوبی کسب می کنم، چون منیت و هر کار و هر نتیجه‌ای خود خداست. چهارمین مورد، هر چقدر بیشتر روی باورهام کار می کنم بیشتر دریافت می کنم. پول و ثروت نور خداوند برای صلح و دوستی است. هرچه پولدارتر و ثروتمندتر شوم نزد خداوند محبوبتر و مقدسترم. هفتمین مورد، خواسته های من خود خداوند است. هرچه میخواهم یعنی خدا میخواهد. من دست مقدس خداوند هستم. هشتمین مورد، هر چقدر که از خداوند توقع بیشتری داشته باشم بهشتی ترم. نهمین مورد، من قدرت یادگیری هر چیزی را دارم. دهمین مورد، همیشه همه چیز برای من حاضر و مهیاست. و 11مین مورد، دستاوردها و در کل زندگی هر کسی نتیجه باورهای همان فرد می باشد. و مورد بعدی که خیلی مهمه، خداوند جریان تأمین کردن هر چیزی می باشد. یعنی سرمایه‌ای که میخوای برات تأمین میشه و برات نشانه هم قرار داده. یه مثال بخوام بزنم، دقت کرده باشی خیلی ها واقعا پولی ندارن، خب ولی میان نقشه یه ساختمونو میکشن، نه زمین مال خودشونه نه پولی دارن. جهان هستی که خداونده هم زمین رو تأمین میکنه، هم مشتری هایی که میان قبل از اینکه خونه ساخته بشه پول خونه رو میپردازن. پس یک جمله دیگه هم بنویسید، هر چیزی با ارزش و مهم است. و یه مورد دیگه، برای هر چیزی در خدای خدا مشتری فراوان است. این فایل بمب زندگی شماست. وقتی این فایل رو بارها و بارها تسبیح کنید، تمرکز کنید، بنویسید، در مورد هر جمله زوم کنید، مقاله بنویسید برای خودتون، نشانه های زیادی رو دریافت میکنید و به مرور هدایت میشید. خب بذارید من 2 جمله دیگه هم بگم. این 2 جمله رو تا لحظه مرگتون باید تکرار بکنید، اینقدر که مهمه درک کردنش. 1، خداوند جریان دائم هدایت کردن است. مورد دوم، من لیاقت هدایت شدن و هم صحبتی با خداوند را دارم. میخوای سطحت بره بالا، باید باورهای خداگونه داشته باشی. خب و در مورد توجه، چرا سپاسگزاری خیلی مهمه؟ چون شما با سپاسگزاری داری توجه میکنی به اون نعمتهایی که خداوند بهتون داده. بدن شما، چشمتون، گوشتون، قلبتون، برای هیچ کدوم خداوند پولی نگرفته، کار نکشیده. شما هیچ کاری نکردید و خداوند بهتون خیلی راحت مفت بدن خوب داد، خانواده خوب داد. خب سپاسگزاری کنید. سپاسگزاری میشه گفت یک ماشین قدرتمند توجهه. با سپاسگزاری شما دارید توجه میکنید. برای سپاسگزار بودن باید وقت بذارید، باید تمرکز کنید، باید فکر کنید. درسته؟ به همین دلیله که وقتی کسی شروع میکنه به سپاسگزاری کردن، همون روز به اندازه‌ای که سپاسگزاری کرده، نیم ساعت، 1 ساعت، به همون مقدار حالش خوب میشه. و همین مسیر سپاسگزاری رو شما تعهد بدید که من، این تعهد خیلی مهمه. متعهد بودن مهمه، ولی به خودت متعهد باش.
در زندگی تو مقدس ترینی. هیچ کس مقدس تر از تو نیست. اما در دنیای تو چقدر به اندازه‌ای که باور میکنی، هر چیزی رو به اندازه‌ای که باور میکنی دریافت میکنی. کم دریافت کردی، پس بدون کم باور کردی. باور کردن یک موضوع راحتی نیست. یکی از سوالهای من از شما همینه که برید تحقیق کنید، بشینید فکر بکنید، ببینید آقا چی میشه که شما یک فردی رو یا یک چیزی رو، یک داستانی رو قبول میکنی و باورش میکنی، توی ذهنت میمونه و طبق همون باورت پیش میری. چه چیزهایی دخیله که نتیجهش میشه تسلیم شدن ذهن تو. اینو بفهمی، حساب کار میاد دستت که چطور میشه 1 نفر 100 نفر یا یک کشور رو تبدیل به ربات کرد. جهان داره به یه سمتی میره که کسانی که خودشونو نمیخوان تغییر بدن، درونشون رو نمیخوان پاکسازی کنن، باورهاشونو نمیخوان نظافت بکنن، تبدیل به ربات میشن، برده‌ان و برده‌تر میشن. و این ظلم خداوند نیست. یعنی نمیخوان باورهاشونو تغییر بدن، نمیخوان درونشونو تغییر بدن. خب رو همون فرمونی که هستن همون جورم خیابون دریافت میکنن. وقتی فرمون مغز شما به سمت جاده خاکی باشه، فقط جاده خاکی میبینه. وقتی فرمون مغز شما سمت یه جاده صاف، سالم، رو به جنگل، طبیعت، خوشبختی، حال خوب، خنده، شادی، فراوانی باشه، خب قطعاً شما خوشبخت هستید، خوشبخت زندگی میکنید و در جهان پس از مرگ هم مجبورید که بهشتی باشید. هیچ راه دیگه ای نیست. اینجاست که متوجه میشید چرا هر کسی مسئول اعمال خودشه. حالا در قسمت خودت یک جمله هست خیلی طلاییه. اون جمله اینه که باید خیلی بهش فکر کنید، باید بارها تکرارش کنید. اون جمله اینه که من با هر باوری دارم خدا رو شکل میدم. گرفتید؟ چون هر کسی خدا رو یه جوری میبینه، متفاوته. دیدگاه هر کسی در مورد خدا متفاوته، در حالی که همشون نام یه خدا رو به زبون میارن. و خداوندم در قرآن مشرکین و کفار رو میمون و زشت و بیخاصیت تعریف نکرده. گفته خدا را اون طوری که باید بشناسند نشناختند، وگرنه به قول پیامبر شرک در دل مؤمن، نه مردمی که نمیدونن، نه، در دل کسی که این جریان باورها و باورسازی رو میدونه، داره تلاش میکنه رو باورهاش کار کنه. شرک در دل کسی که داره سعی میکنه خدا رو هر روز بیشتر بشناسه، بهتر درکش کنه. شرک در دل مؤمن، چنین کسی مانند مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل تاریکیه، مخفیه، پنهانه. توحید چیه؟ توحید اون دلیل‌های درونی توه، قدرت‌های درونی توه. خدا کجاست؟ درون توه، منیت توه. و تو کجایی؟ درون خدایی. غیر از خدا چیزی نیست. شرک چیه؟ یعنی غیر از خداوند چیزی یا کسی وجود داره که قدرتی داره که بتونه مانع بشه، کوچیکت کنه یا بزرگت کنه، رشدت کنه، غمگینت کنه، شادت کنه، خوشبختت کنه یا بدبختت کنه. همه کارها رو باورهای تو میکنه. پس هیچ خدایی روی کره مریخ نیست که بخواد تصمیم بگیره تو خوب باشی، بد باشی، بهت بده یا نده. نمیتونه. قوانین ثابتی وجود داره و تو تعیین میکنی با باورهات. درود بر شما، خوشبخت باشید، بخندید، شاد باشید تا جلسه سوم. خدا نگهدار.